عامل ورود زنان به جهنم زبانشان است، نه حجابشان. زنان به دلایل مختلف مسئولیت پذیرتر از مردان هستند. مردی که به خاطر ترس از زنش فرمان برداری کند ملعون است. دختران بی‌بندوبار مادران دهن دریده دارند. گناه زن در استفاده بد از زبان چند برابر گناه مردان است و در روایات مهمترین عامل ورود زنان به جهنم زبانشان دانسته شده است، نه حجابشان. وقت انسان از پذیرش مسئولیت‌ها و انجام درست آنها لذت می‌برد، احساس شادمانی و قدرت می‌کند و این احساس را می‌توان در زنان حس کرد. درباره قدرت توانایی‌های زن باید مطالعه کرد و آن را در برابر قدرت و توانایی‌های مردان سنجید. البته معنای این حرف این نیست که زنان را در رنج‌ها رها کنیم. انعطاف پذیری شوهر نسبت به همسر خود امر ضروری است، اما در مقابل مردی که مطیع زن خود شود و از ترس از او فرمان برداری کند ملعون است و خود زن نیز از چنین مرد لذت نمیبرد. مردان بر اساس قانون نظام اجتماعی مقتدر و حاکم خانه هستند و در برابر زن و فرزندانشان انعطاف پذیری می شوند، به طوری که هر زمان همسرشان شروع به گلایه کردن، ناسازگاری و فریاد زدن کرد با او مدارا می کند. همان گونه که مرد نیازمند نوازش همسر است، زن نیز به محبت همسر خود نیاز دارد و گاه این نیاز را با داد و فریاد و ناسازگاری نشان می دهد. زندگی خانوادگی چیزی جز پذیرفتن مسئولیت‌ها نیست. دایره این مسئولیت‌ها بسیار گسترده است و در یک زندگی مشترک مسئولیت‌های زنان و مردان متناسب با توانمندی‌هایشان تعریف شده است. زنان بازیگران بسیار خوبی هستند، به طوری که نقش‌های متفاوتی در قالب همسر، مادر و یک فعال اجتماعی در محل کار خود را به خوبی و به طور همزمان ایفا می‌کنند. این استعداد منحصر به زنان است و نباید از آن غافل شد. فرهنگ مسئولیت پذیری باید از کودکی به افراد آموخته شود تا فرهنگ بی‌تعهدی را کنار بگذارد. ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری بسیار مهمتر از حجاب است، زیرا حجاب ثمره پذیرش مسئولیت ها در جامعه می باشند. مردانی که به راحتی همسران خود را طلاق می دهند یا زنانی که با آسانی دل شوهران خود را می شکنند مسئولیت پذیر نیستند. گناه زن در استفاده بد از زبان چند برابر گناه مردان است و در روایات مهمترین عامل ورود زنان به جهنم زبانشان دانسته شده است، نه حجابشان.